لطفاً همین الان این کار رو انجام بده. زیر همین ویدیو بنویس من خداوند رو بیشتر از همه چیز و همه کس دوست دارم و بعد تا انتهای ویدیو همراه هم باش. قطعاً شنیدید یا دیدید زمانی که خداوند بخواد انسانی رو بالا ببره و بلند مرتبه کنه، آزمایش‌ها و سختی‌هایی رو در مسیر زندگیش قرار میده. این سختی‌ها در نگاه اول مثل مانع برای پیشرفت میمونن، ولی در اصل خداوند میخواد با این چالش‌ها ما رو برای جایگاهی بهتر و بلندتر تربیت و آماده کنه. پروردگار ما انسان‌ها رو بهتر از خودمون میشناسه. میدونه که انسان‌ها در زمان سختی که حقیقت درونشون رو پیدا و کشف میکنن. ما انسان‌ها وقتی چیزی رو از دست بدیم تازه ارزش واقعیش رو میفهمیم و درک میکنیم و وقتی به تنگنا و سختی میخوریم بیشتر سمت خدا میریم و ازش کمک میخوایم. تقریباً تمام پیامبران و امامان در طول زندگی با سخت‌ترین امتحانات و دشواری‌ها روبرو شدند، اما در آخر به حکمت اونها رسیدن و مقام و مرتبهشون بالاتر رفت. پس اگر الان در زندگی با رنج و مشکل دست و پنجه نرم میکنی، بدون که این سختی ها برای شکوندن یا عذاب تو نیست، بلکه برای رشد و پیشرفت توه. یکی از نشونه های امتحان و تربیت الهی تنها شدن و دور شدن از مردمه. در بسیاری از موارد وقتی پروردگار بخواد بنده ای رو بزرگ کنه و بالا ببره، اون رو از مردم جدا میکنه. در واقع خداوند میخواد شما رو بیشتر سمت خودش ببره و به خودش نزدیک کنه. خودت احساس میکنی که این تنهایی معمولی نیست. این نشونه ای از محبت خداونده که میخواد تو رو از مردم جدا کنه تا به خودش نزدیک بشی. پس یادتون باشه که خداوند هیچ وقت بنده‌اش رو تنها نمیذاره تا اون رو عذاب بده، بلکه میخواد نیروی درونیش رو آشکار کنه. همه شما این آیه قرآن رو شنیدید. ما از رگ گردن به اون نزدیک تریم. این آیه رو وقتی تنها هستی و به سمت خدا رفتی کامل حس میکنی. و نشونه دوم رو میشه اینجوری تعبیر کرد: نابودی آرزوها و برهم خوردن همه نقشه ها. علت چیه؟ چون ما آدم ها برای رسیدن به خواسته هامون با عقل و علم محدود خودمون برنامه ریزی میکنیم و نقشه میریزیم. اما خداوند کسیه که تمام سناریو رو میبینه و از اون آگاهه. خیلی وقتا ما فکر میکنیم سعادت ما توی این مسیریه که براش برنامه ریختیم، ولی خبر نداریم که انتهاش به نابودی ما ختم میشه. به همین سبب یک دفعه تمام برنامه‌ها و نقشه هامون نقشه برآب میشه. به شدت احساس ضعف میکنیم، احساس ناتوانی میکنیم و یک خلأی ما رو میبره در خودش. اما اون خلأ دقیقاً همون جاییه که خداوند داره ما رو دعوت میکنه به تسلیم شدن در برابر پروردگار عالمیان. خداوند در قرآن به ما صراحتاً میگه شاید شما چیزی رو دوست نداشته باشید ولی خیر شما در اون باشه، و شاید چیزی رو دوست داشته باشید که برای شما شر باشه و خداوند میداند و شما نمیدانید. سوره بقره آیه 216. پس اگر برنامه‌ای ریختی و مدتی برای هدفی تلاش کردی اما به نتیجه نرسیدی یا در وسط راه همه چی به هم خورده، نه ناامید شو و نه جا بزن. خداوند داره تو رو برای مسیر و پلنی خیلی بهتر آماده میکنه. خداوند میدونه اگر بخواد مسیرهای بهتر رو به شما نشون بده، باید مسیرهای قبلی رو ببنده و کور کنه تا شما دیگه به ادامه دادن تو اون مسیر فکر نکنید. ما نمیبینیم ولی خدا میبینه. ما نمیدونیم ولی خداوند میدونه. و اگر این قضیه رو بفهمیم و درک کنیم، در این مواقع به جای گله، شکایت، ناامیدی و جا زدن، صبر کنیم، پایداری کنیم و خودمون رو بسپاریم به خدا، روزی خواهد رسید که بابت همین صبر خودتون رو تشویق میکنید و میبینید که چه نتیجه بهتری رو خداوند برای شما رقم زده و دیگه با لبخند به گذشته نگاه میکنید. این آگاهی شما رو بیشتر و بیشتر به خدا نزدیک میکنه و مقام شما رو بالاتر میبره. پس یادت باشه همین الان خدا رو از این بابت شکر کن که داره تو رو از این مسیر آگاهت میکنه و حتما زیر همین ویدیو براش بنویس که چقدر دوستش داری.